آخرین تصاویر هنرمندان قبل از مرگ، تصاویر تلخ و ناراحت کننده از آخرین روزهای زندگی سلبریتی ها قبل از فوت شدنشون رو در این ویدیو مشاهده می کنید. هنرمندانی که هر کدوم به دلایل مختلف از دنیا رفتند که متاسفانه بیشترین علت فوت مربوط به بیماری سرطان بوده. همینطور که تصاویر رو مشاهده می کنید، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری این ویدیو رو ببینن. مرحوم محمد علی کشاورز چند روز قبل از فوت، علت فوت نارسایی کلیه و عفونت ریه اعلام شد. آخرین روزهای زندگی مرحوم ملکه رنجبر قبل از مرگ ناشی از عمل قلب باز و کهولت سن. آخرین تصویر از مرحوم علی انصاریان و مرحوم مهرداد میناوند در ویژه برنامه دربی. متاسفانه هر دو عزیز در این برنامه مبتلا به کرونا شدند و با گذشت یک هفته ابتدا مهرداد میناوند فوت کرد و یک هفته بعد علی انصاریان درگذشت. آخرین روزهای مرحوم حسن جوهرچی در بیمارستان که چند روز پس از تحمل عارضه کبدی و عفونت ریوی و کلیوی درگذشت. مرحوم احمد پورمخبر چند روز قبل از فوت، او در تاریخ 30 تیر 1399 بر اثر سکته مغزی درگذشت. آخرین عکس از مرحوم آزاده نامداری که اول فروردین 1400 منتشر کرد و چند روز بعد به طرز مشکوکی درگذشت و جامعه هنری رو به شوک فرو برد. آخرین تصویر از مرحوم داریوش اسدزاده در بیمارستان قبل از مرگ که پس از چند روز در سن 96 سالگی به علت بیماری سرطان مثانه درگذشت. مرحوم حسین محب احری در آخرین روزهای زندگیش، او در سن 67 سالگی بر اثر سرطان غدد لنفاوی فوت کرد. آخرین تصاویر از عزت الله انتظامی که در سن 94 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. ودادیان چند روز قبل از فوت، ایشون بر اثر عفونت شدید ریه و بالا بودن قند خون و بیماری کلیوی در 74 سالگی دار فانی را وداع گفت. آخرین عکس‌های هما روستا قبل از فوت، ایشون بر اثر سرطان سینه در 71 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. آخرین عکس‌های آتیلا پسیانی که در نکوداشتش گرفته شد و مدتی بعد در سن 66 سالگی بر اثر بیماری سرطان فوت کرد. اگه تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتید، ممنونتون میشم با یک لایک بهمون انرژی بدید. آخرین تصاویر از مرحوم بهنام صفوی قبل از فوتش، این خواننده پاپ سرانجام پس از تحمل چند سال رنج بیماری بر اثر بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت. تصاویری از واپسین لحظات زندگی مرحوم منوچهر نوذری، دوبلور، بازیگر و مجری قبل از فوت. ایشون به علت بیماری ریوی و عفونت کلیه در سن 69 سالگی درگذشت. آخرین تصاویر از مرحوم محسن قاضی مرادی قبل از فوت، ایشون بر اثر بیماری پارکینسون و کهولت سن درگذشت. تصاویری از آخرین لحظات از زندگی مرحوم جمشید مشایخی روی تخت بیمارستان که بر اثر ایست قلبی در 84 سالگی دار فانی را وداع گفت. عکس‌های مرحوم محمد رضا شجریان، خسرو آواز ایران و موسیقی سنتی قبل از فوت، ایشان در سن 80 سالگی بر اثر بیماری سرطان کلیه جان به جان آفرین تسلیم کرد. آخرین تصاویر از مرحوم نادیا دلدار گلچین، دختر عموی مرجان گلچین قبل از فوت، او بر اثر بیماری نارسایی کلیه در سن 52 سالگی از دنیا رفت. تصاویری تلخ از آخرین روزهای زندگی مرحوم مرتضی پاشایی، خواننده محبوب پاپ قبل از فوت. این خواننده جوان پس از مدت‌ها رنج بیماری بر اثر بیماری مهلک سرطان معده در سن 30 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. مرحوم انوشیروان ارجمند، بازیگر پیشکسوت، چند روز قبل از فوت، او به دلیل بیماری قلبی در سن 73 سالگی درگذشت. مرحوم عباس کیارستمی چند روز قبل از فوت، ایشون در سن 76 سالگی بر اثر بیماری سرطان در پاریس فرانسه درگذشت. مرحوم آرش میر احمدی چند روز قبل از مرگ، او به علت سرطان لوزالمعده در سن 52 سالگی از دنیا رفت. آخرین عکس مرحوم مرتضی احمدی قبل از فوت، این گوینده و بازیگر در سن 90 سالگی دار فانی را وداع گفت. تصاویری از آخرین لحظات زندگی مرحوم ناصر ملک مطیعی، این بازیگر پیشکسوت، در سن 88 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. آخرین عکس مرحوم نیکو خردمند قبل از مرگ، این بازیگر و صدا پیشه در سن 70 سالگی از دنیا رفت. آخرین تصاویر از مرحوم مهین شهابی که در سن 72 سالگی به دلیل تومور مغزی در بیمارستان درگذشت. تصاویری از مرحوم مهری مهرنیا قبل از مرگ،
این بازیگر پیشکسوت در سن 91 سالگی بر اثر کهولت سن فوت کرد. تصاویری از مرحوم پروین سلیمانی، این بازیگر قدیمی، در سن 87 سالگی بر اثر تومور مغزی و کهولت سن دار فانی را وداع گفت. تصاویری از مرحوم ثریا حکمت، این بازیگر سینما، در سن 62 سالگی بر اثر سکته مغزی و پس از مدت‌ها که در کما بود سرانجام درگذشت. مرحوم فرج الله سلحشور قبل از مرگ، این کارگردان و بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در سن 63 سالگی بر اثر سرطان ریه از دنیا رفت. چقدر جای این هنرمندان در عرصه هنر و به خصوص سینما خالی است و جای خالیشان کاملا حس میشه. روح همه این هنرمندان عزیز شاد و یادشون گرامی. دوستان عزیزم، اگه به این سبک ویدیوها علاقه مندید، ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از کانال خودتون حمایت کنید.